بینندگان خبر تیجی در پسمانظره اوج مریض کرونا در جهان ارزش اکثر موادهای خوراکواری در مقایسه با نرخ قبلیشان 10 چند گران شدند. ساکنان ولایت ختلون تاجیکستان از جهش یکباره نرخ لیمون در چند هفته اخیر شدیداً اظهار نگرانی میکنند. با اطلاع منبع اگر قبلا نرخ لیمون در بازار دکانها با قیمتی از 5 تا 7 سومانی برای 1 کیلوگرم فروخته میشد، حالا نرخ آن 10 چند گران شده است. منبع از قول چند نفر ساکنان این ولایت می نویسند لیمون در بازارهای ختلون با نرخ 40 سومانی برای 1 کیلوگرم فروخته می شود. ساکنان قیمت شدن ارزش لیمون را با پنجشنبه مریض کرونا ربط میدهند، چون قبلا نیز با بلند شدن سر و صداها بابت این مریض ارزش ارد و چندین محصولات خوراکواری در تاجیکستان گران شد. در برابر قیمت شدن محصولات اوزخواری نوچنان نرخ هزار اسپند نیز یک بار بالا جست، زیرا در یک بریفینگ اپیدمیولوژی روز در شهر تاشکند اظهار داشته بود که شاید راه نیافتن مریض کرونا با کشورهای آسیای مرکزی محض دود گیاهی هزار اسپند سببگار باشد. اما قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان از این مریض سرایتی در کنار نماندند. الان میان کشورهای آسیای مرکزی و ادامه تاجیکستان و ترکمنستان یگانه دولت‌های به شمار می‌روند که این مریضی به آنجا راه نیافته است. این بود دوستان عزیز ویدیو امروزه ما. چه خیلی که ما خرسندیم همراهی شما. تا حال کرونا در تاجیکستان نشده است. این خیلی خبر خوش است و شما چی فکر دارید حتما نویسید. و لیمون در اینجا دخل ندارد در کرونا تا چنده هست که لیمون، این بیر، این خیلی چیزها دوان شفایابی نیست. این آدمایی که خودپسندی کرده با راهی همین خیلی با این راه پرکار کنی میخواهند. شما چی فکر دارید حتما نویسید.